سلام و درود به همگی، خوش اومدین از یه ویدیو دیگه از کانال ملوین ترونیکس. امروز قراره با هم دیگه آموزش 0 تا 100 نصب ویندوز 7 رو با هم دیگه یاد بگیریم. هیچ کم و کسی قرار نداره این ویدیومون داشته باشه. 0 تا 100 رو امروز میخوام براتون تو این ویدیو آموزش بدم. نمیام مثل بعضی از ویدیوها یه قسمتش رو توضیح بدم، یه قسمتش رو توضیح ندم، نصب درایوراشو بگم، نصب درایورشو نگم، یا یه قسمتشو ناقص بگم، یا قسمتشو ناقص. خورشید خیلی خوب دوستان، این ویدیومون قراره آموزش نصب ویندوز 7 SP1 که همون مخفف سرویس پک 1 هستش. آخرین نسخه منتشر شده ویندوز 7 تا الان هستش، تا الان که داریم ویدیو رو ضبط میکنیم و مطمئن باشین که دیگه کاملا این ویدیو رو قرار یاد بگیریم. هیچ نکات اضافی هم قرار نیست تو این ویدیو بگیم که فلان کارو بکن فلان کارو نکن، همشون رو قراره به صورت کامل با هم دیگه ببینیم. میریم که داشته باشیم. خیلی خوب دوستان، قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم، چنل ما رو حتما سابسکرایب کنین، فراموش نشه به هیچ عنوان. و اینکه اگه میخواین از ما حمایت کنین، دکمه لایک رو زیر ویدیو بزنین و اگه سوالی، پرسشی، چیزی دارین حتما توی کامنت ها برای ما بنویسین. و اینکه اگه میخوان هر موقع من ویدیو جدیدی رو آپلود کردم توی یوتیوب براتون صدای دینگ دینگش بیاد، اون دکمه زنگوله زیر رو هم حتما بزنین. خب دوستان، بریم که ادامه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. بریم. خیلی خوب دوستان، میریم به سراغ ادامه ویدیوی آموزشیمون. این قسمت از ویدیو که الان میخوام بگیرم رو شاید تو خیلی از ویدیوهای آموزشی این قسمت رو نگم. اولین مرحله‌ای که باید نمیگم، بهتر این که انجام بدید اینه که از این صفحمون یه عکس بگیریم. حجم‌های درایو C، درایو D و درایو E رو با هم دیگه اینجا مشاهده می‌کنیم و از این قسمت سعی کنیم یه عکسی داشته باشیم. تو ادامه ویدیو آموزشیمون این قسمت رو بهتون کامل توضیح میدم که چرا باید از این قسمت کامپیوترمون یه عکسی داشته باشیم. و دومین مرحله‌ش هم اینه که بازم میگم باید نه، ولی بهتره که ازش عکس داشته باشین. از این محیط دسکتاپتون هم یک عکسی بگیرین که بعداً خواستین اگه ویندوز جدید روش نصب شد بیاین روش برنامه هاتون رو توی دسکتاپ بچینین، بدون که کدوم برنامه قبلا جاش کجا بود و همون جای قبلیش قرار بدین. دوستان میریم که دیویدی ویندوزمون رو داخل دیویدی رایتر قرار بدیم و ادامه آموزش رو با هم دیگه می‌بینیم. خب دوستان، من دیویدی ویندوز رو داخل دیویدی رایتر قرار دادم و الان میریم که با هم دیگه ادامه آموزش رو ببینیم. خب مرحله سوم توی نصب ویندوز اینه که بعد از اینکه دیویدی ویندوز 7 رو داخل دیویدی رایتر قرار دادیم، یک بار کامپیوترمون رو ریست میکنیم و قبل از اینکه مادربرد ما بوت بشه، کلید F8 برای مادربردهای ایسوس، کلید F8 برای مادربردهای مدل دیگه کلیداشون فرق میکنه. من سعی میکنم که مال انواع مادربردها رو و انواع لپتاپ‌ها رو براتون توی دیسکریپشن میذارم و اینکه برای بوت شدن مادربردتون که از روی چه درایوی بوت بشه کدوم کلید رو باید فشار بدید. گفتم که تو این مادربرد ما که ایسوس هستش کلید F8 هستش. خب دوستان، از اینجا که منوی بوت رو داریم مشاهده میکنین، میریم رو گزینه همون اولی دیویدی رایتر 24D3ST، حجمش هم 4 گیگ و خورده ایه. دومی هم که 500 گیگه مربوط به هاردمون هستش. دوستان توی مرحله ازم میخواد که یکی رو فشار بدیم تا اینکه از روی دیویدی بوت بشه مادربردمون. توی این مرحله بستگی به نوع سیستمتون، نوع هاردتون،
اگه SSD باشه که زودتر ویندوز رو نصب میکنه. اگر HDD دارین بستگی به اون دور هاردتون هم داره، نصب شدن ویندوز طول میکشه و اینکه بستگی داره کلا به ویندوزتون دیگه. اگه با USB فلش هم بزنین سرعت نصب ویندوز یه خورده بیشتر میشه. اگر که با دیدی رایتر میزنین سرعت نصب یه خورده پایین تره، نه زیاد فرق نمیکنه ولی یه خورده سرعتش نسبت به نصب USB سرعتش کمتره. خیلی خب دوستان، بعد از اینکه مراحل بوت شدن از روی DVD به طور کامل تموم شد، با این صفحه روبرو میشیم. گزینه اول رو بهش دست نمیزنیم، زبان خود ویندوزش هستش، زبان انگلیسیه به صورت خودکار، همون رو میذاریم بمونه. برای زمانش یا همون تایم ویندوزمون من پیشنهادم به شما اینه که از اول روی زبان فارسی تنظیمش کنین و کیبوردش هم روی فارسی تنظیمش کنین. حالا من به خاطر راحتی کار خودتون میگم، خیلی از آموزش‌ها هستن که همینو به صورت پیش‌فرض انگلیسی میذارن و بعدش بهش اضافه میکنن، ولی اینکه از اول زبان فارسی باشه روی کیبوردتون تو ادامه مراحل نصب ویندوز راحت تره. فقط اینکه تیکه پیش‌فرض کیبوردمون رو روی انگلیسی قرار میدیم و لازم نیست که زبان فارسی رو به کیبوردمون اضافه کنیم. این مرحله رو نکست میکنیم و دکمه اینستال ناو رو میزنیم. خیلی خب دوستان، در این قسمت هم نوع ویندوزی که میخواین نصب کنین رو انتخاب میکنین. پیشنهادم به شما اینه که اگر رمتون مقداری کمتر از 4 سعی کنین که ویندوز 32 بیتی نصب کنین و اگر که رمتون 4 یا بیشتر از 4 پیشنهادم به شما اینه که نسخه 64 بیتی رو نصب کنین. من از این گزینه ها نسخه اولتیمیت که بهترین نسخه ویندوز 7 هست رو انتخاب میکنم و این گزینه رو نکست میکنم. اون یکی نسخه های از ویندوز کاربردهای خودشون دارن، هر کدوم رو برای یه کاری استفاده میکنم، ولی من توصیهم به شما اینه که نسخه اولتیمیتش رو نصب کنیم. این گزینه رو اکسپت میکنیم و دکمه نکست رو میزنیم. خب دوستان، توی این مرحله اگه میخواین که روی ویندوز قبلیتون به صورت یه حالت آپدیت باشه روش نصب کنین گزینه انتخاب کنین، ولی اینکه ما نمیخوایم، نه آپدیت نمیخوایم بکنیم و دکمه کاستوم رو میزنیم. خب دوستان، اینجا میرسیم به این مرحله. قبلا بهتون گفتم که بهتره از اون صفحه عکس بگیرین که اینجا کار ما راحت تره. گزینه درایو دیسک صفر پارتیشن 1 رو انتخاب میکنیم با هم دیگه. درایو آپشنز رو میزنیم و اینکه این که همون درایو سیونه اون رو فرمت میکنیم. دکمه اوکی رو میزنیم. خب دوستان، اینو باید بهتون بگم که اگه میخواین درایوهای دیگه‌تون رو هم فرمت کنین و دیتایی توشون ندارین، اونا رو هم میتونین فرمت کنین. خب این گزینه حتما کلیک کنین روش، بعد نکست رو بزنین. مراحل نصب ویندوزمون تمام شد. با این صفحه روبرو میشیم. ویندوز 7 اولتیمیت میگه که یه اسمی رو برای کامپیوتر خودتون انتخاب کنید.
بعد از اون میخواد که یه پسوردی رو برای ویندوزمون انتخاب کنیم که ما فعلا پسوردی نمیخوایم. از همون در این مرحله پروداکت کی میخواد که ما پروداکت کی نداریم و بعدا قراری که ویندوزمون رو کرک کنیم و از اون طریق بهش پروداکت کی بدیم و برای همین قسمت رو فعلا اسکیپ میکنیم. چون این قسمت چیز خاصی نیست، اسیمیلیتر رو میزنیم. ساعتش رو خواستی که تنظیم کنیم. چون این قسمت اگه احیانا ساعتمون درست نبود ما بعدا از توی تنظیماتون رو تغییر میدیم، ولی این کاملا دقیق و درسته. پس نکست رو میزنیم. بعد از اینکه مراحلم تموم شد ویندوزمون نصب میشه، ولی خب تا الان نصب ویندوزمون کامل نیستش. اگه ما بیایم که از قسمت کامپیوترمون تو این قسمت پراپرتیز رو چک کنیم، در این قسمت به علت اینکه من از دیویدی مخصوص نصب ویندوز استفاده کردم، تو این قسمت ویندوز من رو خودکار اکتیو کرده، ولی مشکلی نداره. من اکتیو کردنش رو یه بارم اکتیو میکنم و بهتون نشون میدم. خب دوستان، برای اینکه فایل اکتیویتر رو برای ویندوزتون دانلود کنین تو خیلی از سایت ها هستش. میتونید فایل اکتیویتر رو برای انواع ویندوز 7, 8.1 یا 10 دانلود کنین و ازش استفاده کنین. چیز خاصی نداره. برای من خودکار توی دیویدیمون هم فایل اکتیویتر رو برای ما قرار دادن. اگه بریم توی قسمت کرکش، توی این قسمت خب چیز خاصی نداره. همطور که اگه ببینین این پنلشون خیلی از برنامه با هم که فرق کنه، ولی خب اصل کارشون همینه. اطلاعات کامپیوترتون اینجا براتون در نمایش میذاره و اینکه شما فقط کافی که روی دکمه اینستال کلیک کنین و ویندوزتون کرک بشه یا همون اکتیو بشه. بعد از اینکه ویندوز رو هم اکتیو کرد، یک بار لازمه که سیستممون ریستارت بشه. پس ریستارتش میکنیم. خیلی خوب دوستان، بریم این که درایورهای ویندوزمون رو هم نصب کنیم. میریم سراغ برنامه اسنپی درایورمون. نسخه 2019 هستش مال من. این هم اضافه کنم که برای اینکه همچین برنامه هایی رو اجرا کنین نیاز به برنامه ویژوال کلون درایو دارین که فایل های ایزو رو باهاش بتونین اجرا کنین. این دابل کلیک میکنم و اینکه بریم درایورها رو نصب کنیم. خیلی خوب دوستان، بعد از اینکه برنامه اسنپی درایور رو باز میکنیم و همچین صحنه‌ای روبرو میشیم. برای نصبشون این گزینه‌ها رو انتخاب میکنی. برای نسخه‌های لپتاپ من پیشنهاد میکنم که کارت گرافیکتون رو از طریق همین برنامه اسنپی درایور نصب کنین. اگه کارت گرافیکتون رو این نسخه اسنپی درایور شناسایی نکرد، میتونید از اینترنت دانلود کنین، خودتون اقدام به نصب کارت گرافیکتون بکنین. مال من کارت گرافیکم رو شناخته، ولی من میخوام که خودم کارت گرافیک رو نصب کنم و کارت گرافیکم که از شرکت ایسوس هستش برم تو سایت ایسوس و خودم نسخه درایور جدیدش رو دانلود کنم و روی ویندوز نصب کنم. شروع به نصب درایورها میکنه و برای نصبش هم این دکمه کلید بالا اینستال رو میزنیم. صبر میکنیم تا درایورهامون به صورت خودکار نصب بشه. خیلی خوب دوستان، همونطور که میبینین درایورهای ما نصب شدن. شاید اینکه این صحنه رو ببینین بگین ای بابا این درایور ما چرا نصب نشد؟ تو ویدیویی که گفته بودین نصب میشه. اگه همچین خطاهایی دیدین، این نوع خطا که با رنگ همچین نارنجی رنگی به نمایش در میاد، میگه که این درایور شما نصب شده، فقط شما لازمه که سیستمتون رو ریستارت کنید. پس میریم که سیستم رو ریستارت کنیم.
یک بار سیستم رو هم دیگه ریستارت میکنیم تا ببینیم این تغییرات توی سیستم ما اعمال بشه. خیلی خوب دوستان، تبریک میگم بهتون. تمامی مراحل نصب ویندوز رو با هم دیگه رفتیم. بقیه موارد پیشنهادی برای خودتون هستش که خودتون چه چیزایی انتخاب کنین، چه برنامه‌ای رو سیستمتون نصب کنین، برای چه هدفی میخواین میتونین از ویندوز بردارین. مرسی اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگه این آموزش براتون کاربردی بوده دکمه لایک رو بزنین و از ما حمایت کنین. حتما اگه سوالی داشتین توی کامنت ها برای من بنویسین، سعی می‌کنم به همشون جواب بدم. ممنون از همه شما. تا ویدیوهای